یکم حقی که مسلمان در بالای ما داره رد سلام است، جواب سلام گرداندند. وقتی گو السلام علیکم فقط سرت نجنبانی خیل. بعضی انسان عادت داره وقتی سلامش میته خیل میکنه تمام جواب نمیگردونه. سلام، کلمه سلام گفتنش سنت است، اما جواب سلام واجب است. وقتی جواب سلام نگردونی عاصی میشوی، گناهگار میشوی. برادر عزیز، او برادر برای شما چی میگه؟ میگه سلامتی دنیا و آخرت برای تو نصیب باد. در دنیا و آخرت سلامت و خرسند سعادتمند باشی. معنی کلمه سلام معنیش این است. با یک سر جنباندن این جواب نیست برادر عزیز. باید چی بگو؟ و علیکم السلام، برای شما هم سلامتی دنیا و آخرت نصیب باد. باید برای هم دیگر سلامتی دنیا و آخرت بخواهیم. ما خواهان سلامتی، خواهان خوشبختی هم دیگر باشیم. یکم حقی که برادری مسلمان ما در بالامون داره رد سلام است.